بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و بخشاینده مهربان. دل بیارامد ز گفتار صواب، آنچنان که تشنه آرامد ز آب. املاک موضوع ما و شما انشاءالله خدا خواهد وقتی که یکی از حکمت های پندآمیز لقمان حکیم که در موضوع تعلیم و تربیه انسان بخشیده شده است، تمام شاخه های درختی تربیه انسان رو انشاءالله در بر میگیرد. حتی خدا سبحانه و تعالی در قرآن عظیم و شان به یک نام، یک سوره بزرگ که لقمان انشاءالله خدا خود نازل شده است، حضرت برای فرزند خودش بهر امتان خود سلسله های آداب نیکو و برای پاک رفتاری، خوشگفتاری، خیرخواهی، راستگویی، دانستن قدر احترام و پدر و مادر، پاس داشتن مهمان و غیر انشاءالله خدا خواهد برای ما شما یک دستور عمل انشاءالله خدا خواهد آماده کرده برای ما شما انشاءالله پیشکش کرده است. و لقمان حکیم رحمت الله علیه هم بعضی ها پیغمبر میخوانند، انتخاب میکنند، لکن در که شبه است برای پسرش خدا خواهد چندین انشاءالله خدا خواهد برای فرزندی انجمنشو، بهترین فرزندشو لقمانی حکیم انشاءالله خود 100 پند و نصیحتی کردگی است. در یک شعر میگد برای فرزندشو: ای چراغی دو چشم جانی پدر، خوشی قلب و مهربانی پدر، در دو عالم خدا یارد باد، لوح توفیق در کنارت باد، آبروی دنیای و دین یابی، دولتی آن و بخت این یابی، قربی کبرا شود منازلی تو، معدنی عشق حق شود دلی تو، در ضمیری تو هر چی خواهد بود، برساند خدای به آن مقصود. به تو گویم نصیحت یک چند، رشته جانی والید ای فرزند، گر تو پندی پدر بر جان گیری، حلقه بابی آسمان گیری، مقصدت را خدا کند حاصل، به عنایت خود کند واصل، خود نگه دارد از افاعیل زیشت، روزی محشر کند سزایی بهشت. انشاءالله خدا خواهد در موضوع آینده این پندها را به سهم شما عزیزان میرسونه. همیشه شاد و همیشه خورم باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.